کرم بورسین، بازیگر محبوب سریال ترکیه تو در خانه‌ام را بزن، توی زندگی واقعیش چند بار عاشق شده. ثروتش چقدره و چه ماشینی سوار میشه؟ آیا اون یه آدم الکلیه یا یه آدم مذهبی که حتی نماز میخونه؟ با ما همراه باشید تا به این سوالات جواب بدیم و توی این ویدیوی جنجالی کلی اطلاعات جالب و باحال راجع به این بازیگر مشهور ترکیه به شما بدیم. با عضویت در مجله ویدیویی لنز همیشه میتونید جنجالی ترین و باحال ترین اطلاعات از ستاره های ترکیه رو ببینید. پس معطل نکن و همین حالا روی عضویت بزن و عضو کانال یوتیوبی لنز شو. تولد و خانواده. کرم بورسین متولد سال 1987 یا 16 خرداد سال 1366 در استانبوله. اون تنها یه خواهر به اسم ملیس داره. پدر کرم مدیر ارشد و مهندس در یه شرکت نفتی بین‌المللیه و مادرش هم خانه داره. به خاطر شغل پدر اونا مرتباً در مهاجرت بودن و در کشورهای اسکاتلند، اندونزی، امارات متحده عربی و مالزی زندگی کردند. در سن 12 سالگی هم کرم و خانواده‌اش برای سکونت و زندگی به آمریکا رفتن. تحصیلات و ورود به عرصه بازیگری. کرم در رشته ارتباطات و بازاریابی از کالج امرسون واقع در آمریکا تحصیل کرده و مدرک گرفته. کرم به دلیل علاقه‌ای که به بازیگری داشت همزمان با تحصیل در دانشگاه دوره‌های بازیگری رو هم می‌گذروند و درس‌های هنرپیشگی رو هم یاد می‌گرفت. اون فعالیت هنریش رو از تئاتر شروع کرد و در یکی از مسابقه‌های برگزار شده در دبیرستان به عنوان بهترین بازیگر تئاتر شناخته و انتخاب شد. جالبه بدونید که طبق گفته‌های کرم اون قبل از اینکه بازیگر بشه یه دوره مسئول نظافت توالت سالن‌های ورزشی بوده. بعد از اون هم یه مدتی معلم ورزش بوده. اون حتی تجربه بادیگاردی کلاب‌های شبانه و رانندگی رو هم داره. اینم باید برای شما جالب باشه که بدونید اولین تجربه بازیگری کرم بورسین در آمریکا بود، نه ترکیه. اون سال 2006 در فیلم ترزدی حضور داشت و بعد از اون در 4 فیلم آمریکایی دیگه ایفای نقش کرد که مهمترینشون فیلم سینمایی شارکتوپوس محصول سال 2010 بود، زمانی که کرم 23 سال داشت. اولین تجربه بازیگری کرم در ترکیه به سال 2013 برمیگرده، زمانی که کرم 26 ساله بود. اون با بازی در سریال ترکیه در انتظار آفتاب تونست توجه مخاطبین رو جلب کنه و این آغاز درخشش کرم در سینما و تلویزیون ترکیه بود. اون بین مخاطبین فارسی زبان با سریال ترکیه شرافت محبوبیت بالایی به دست آورد. بسیاری از طرفدارای کرم معتقدند که سریال ترکیه تو در خانه‌ام را بزن که همین حالا هم در حال ساخت و پخشه میتونه بهترین کار کرم تا الان باشه. بازیگر مقابل کرم در این سریال دیدنی هانده ارچله. کرم گفته بعد از اینکه فهمیده بازیگر مقابلش هانده ارچله شوکه شده و واقعا خوشحاله. یکی از افتخارات بازیگری کرم بورسین که میشه بهش اشاره کرد دریافت جایزه بهترین بازیگر بین‌المللی سئوله. روابط عاشقانه کرم بورسین. کرم بورسین اولین رابطه‌اش رو با یه بلاگر معروف یوتیوب به اسم دویگو اوزآسلان تجربه کرد. دویگو ویدیوهایی در زمینه آرایش از خودش منتشر میکنه. اونا سال 2014 با هم آشنا شدن ولی خیلی زود از هم جدا شدن. سال 2015 در حین حضور در تبلیغات تلویزیونی کرم با همبازی سرنا ساریکایا وارد رابطه عاشقانه شد. اونا سال 2016 این رابطه رو علنی کردن. این دو نفر به حدی به هم علاقه داشتن که بارها در رسانه‌ها در مورد علاقه‌شون به هم حرف زده بودند. کرم و سرنای با هم به کشورهای مختلفی سفر کردند و 3 سال و نیم رو پر از خاطره و هیجان پشت سر گذاشتن تا اینکه کرم با شوق و ذوق زیاد و با کلی برنامه ریزی حلقه زیبایی رو تدارک دید تا از سرنای خواستگاری کنه و این رابطه به ازدواج ختم شه. اونا قبلا بارها سر شروط ازدواج با هم بحث کرده بودن و حتی فریادشون رو خبرنگارا هم شنیده بودن.
اما این بار وقتی کرم که عاشقانه سرنای رو دوست داشت برای پیشنهاد ازدواج پا پیش گذاشت، با شروط عجیب و غریب سرنای مواجه شد و با ناامیدی صحنه رو ترک کرد و بیخیال این ازدواج شد. گویا سرنای از کرم خواسته بود که قرارداد امضا کنن که کرم هیچ دخالتی توی درآمد سرنای نداشته باشه و بخشی از اموالش رو به نام سرنای کنه. اینطور بود که کرم از خیر این ازدواج و عشق آتشین برای همیشه گذشت. جالب اینجاست که سرنای بعد از مدتی با جیم ییلماز وارد رابطه عاشقانه شد. جیم ییلماز 18 سال از سرنای بزرگتره و حتی شایعه شده که سرنای بارداره. مدتی از جدایی کرم و سرنای نگذشت که زمزمه رابطه کرم با دمت اوزدمیر همه‌گیر شد. وقتی کرم توی لایو اینستاگرامیش از لیوانی استفاده کرد که روی اون اول اسم دمت یعنی حرف دی نوشته شده بود، این شایعات تقویت شدن. ولی بعد از اون دمت و کرم بلافاصله شایعات رو رد کردن و گفتن که اون فقط یه تصادف بوده. با همبازی شدن کرم و هانده در سریال تو در خانه‌ام را بزن و جدا شدن هانده ارچل از عشق قبلیش، شایعه رابطه کرم و هانده اوج گرفت. هرچند که خیلی زود هانده و کرم این موضوع رو رد کردن، ولی با توجه به وضعیت نامشخص هانده با نامزد قبلیش موراد دالکلیچ و زمزمه هایی که وجود داره، وجود رابطه عاشقانه بین کرم و هانده اصلا دور از انتظار نیست. این هنرپیشه موفق و معروف ترکیه در رابطه با عشق بیانی زیبا داره. اون میگه: به نظرم عشق خیلی چیزها را در انسان بیدار می کند. عشق منبعی عالی و الهام بخش است که باعث می شود کارهایی را انجام دهید که انجام نمی دادید. آنچه را می گویید که قبلا نمی گفتید و سعی می کنید برای بزرگ شدن عشق همیشه بهترین باشید و این اتفاقات تصادفی نیست. قرن‌هاست که شعر و رمان‌های زیادی به لطف عشق سروده و نوشتند. البته نمیدونم با وجود شکست عشقی سنگین کرم با سرنای، کرم هنوز هم با این جملات موافق هست یا نه. چند تا نکته جالب راجع به کرم و علاقه‌مندی‌هاش. بورسین عاشق فیلم‌های آمریکاییه و اخبار سینمای هالیوود رو دنبال میکنه. اون گفته که از بازی کردن دنیل دی لوئیس خیلی خوشش میاد. یکی از سرگرمی‌هاش خرید کردن، اونم با مادرشه، چون مادرش کاملاً با سلیقش آشناست. کرم خیلی تو فاز مد نیست و معتقد لباس باید راحت باشه. حتی یه بار گفت یه تیشرتی داره که پر از سوراخه و الان 10 ساله داره ازش استفاده میکنه چون خیلی راحته. اون گفته که اصلاً اهل قضاوت کردن دیگران نیست و میتونه با مردم همدلی کنه و احساساتشون رو درک کنه. کرم قبلا زیاد الکل مصرف میکرده، اما اون امسال در کمال تعجب اعلام کرد که دیگه الکل رو کنار گذاشته و الکل نمیخوره. و نکته خیلی جالبتر این که اون گفته میخواد در خلوت خودش بیشتر برای مناجات و عبادت وقت بذاره و نماز بخونه. ثروت و اتومبیل کرم بورسین. ثروت کرم بورسین تا سال 2020 حدود 2 میلیون دلار برآورد میشه. اون تا حالا با چندین مدل ماشین دیده شده، از جمله یه رنج روور شاسی بلند، بنز و بی ام و. شبکه‌های اجتماعی کرم بورسین. کرم بورسین در اینستاگرام فعاله و تعداد دنبال کننده هاش 5,200,000 نفره. به نظر شما کرم بورسین و هانده ارچل با همدیگه وارد رابطه عاشقانه میشن؟ نظرتون راجع به بازیگری کرم چیه؟ با لایک ویدیو به ما کلی انرژی میدی. در ضمن اگه عضو کانال یوتیوبی لنز نیستی، همین حالا دکمه عضویت رو بزن و با ویدیوهای جنجالی باحال ما از سینما و تلویزیون ترکیه همراه باش.